روک بهت بگم آدمای ریسک پذیری نیست. ما این کاره نیستیم خلاصه. من همسرم یه مقدار طلا و پول داشت. الان این نوسان طلا هم که هست یه مقدار مونده که نمیتونه بگیر. اصلا روش که صحبت کردیم 400,000 تومان طلا اومد پایین. بازار دلار طلا ناامنی که توی این بازارها وجود داره، اگر همون روزی که شما در واقع ما شما با هم دیگه صحبت کردیم، اگر همون روز میرفتید طلا میخرید 400 میلیون چقدر ضرر میکردید؟ این نوساناتی که به شما اجازه نمیده یا اون قدرت ریسک پذیر نبودن ما آدم ها باعث میشه که نتونیم تصمیم بگیریم در لحظه دلار طلا میتونه بازار خوبی باشه یا نه. آره اگر مثلا 6 ماه پیش 1 سال پیش شما طلا میخریدین الان سود خیلی خوبی داشتید، ولی الان تو این بازاری که نوسانات زیاد داره واقعا هیچ کس نمیدونه چی میشه، شما بخواید در لحظه کوتاه مدت بخواید برای طلا سرمایه‌گذاری کنید.